بیایید با ریش سیبیلای مردونم که نزدمشون آماده بشیم بریم خونه عموی مال مردم خورم عید دیدن. این عموی من کل دارایی‌های ما رو بالا کشیده. اگر پول بابای من نمیخورد من الان چنین براشی دستم نبود. الان ریل تکنیک می‌خریدم واسه خودم. درسته که بابای من الان پرشار عموم پراید، ولی اگر عموم پول بابای من نمیخورد الان پرایدم ما داشتیم نه عموم. دلیل اینکه ریش و سیبیلم نزدم اینه که خیلی به خط چشم آبی قشنگ میشد. نگاه کنید. به نظر من هر کسی تو زندگیش یه برادرزاده مثل من لازم داره که عمه ها و عموهاشو دیس کنه و فامیلای ما هم که همشون یکی از یکی مزخرفتر و در مورد همشون براتون پست دارم. همیشه لوازم آرایشی ارزون استفاده میکنم. میخوام بهشون ثابت کنم چقدر چیپ و بی ارزشن. چون سایه آبی دارم میزنم روژم باید گوشتی باشه. خب همین دیگه. من برم عموی مال مردم خورم ببینم و برگردم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.